سرطان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های قرن جدیده که خیلی متاسفانه وحشت تو دل انسان‌ها ایجاد کرده. اما همین بیماری قبل از اینکه در بدن ایجاد بشه، خودش رو از طریق علائم و نشونه‌هایی در بدن نشون میده، آشکار میکنه. پس با توجه به علائم و نشونه‌هایی که ایجاد میشه در بدنت، از این بیماری خودت رو محفوظ کن، حتی پیشگیری کن و یا با درمان سریعش خودت رو از این بیماری نجات بده. پس به علائمی مثل کاهش وزن شدید بدون دلیل مشخص، خونریزی بدون دلیل مشخص، زخم‌های ایجاد شده در روی پوست بدون دلیل مشخص و علائم دیگه‌ای که من اون رو در ویدیوی علائم هشدار دهنده سرطان توضیح دادم، میتونی خودت رو از هر نوع بیماری محفوظ نگه داری.